کار در شرکت پریمیوم پرو چه حکم داره؟ حلال است یا حرام؟ بسیاری برادران و خواهران نوشتن، مراجعت کردن که در این باره یک نواری ثبت کنیم. خب کسایی که نوارهای گذشته ما را در بیان شرکت فابرلیگ یا شرکت اتمی که مثلا حلال یا حرام بودن شما بیان کردیم، با کدام سبب ها، کسایی که مثلا تماشا نکرده باشن میتونن که من سیلکش در یکم کامنتر میگذارم، مرحمت در اومده تماشا کنه. کسی که این نوارهای ما را تماشا کرده باشن با آسانی میفهمند که کار کردن در شرکت پریمیوم پرو حرام و ناجایز است و او فایده ای که به دست میاره او فایده حرام و ناجایز است، چون که همون علت ها و سبب هایی که برای حرام بودن کار در شرکت فابرلیگ در نوار گذشته ما بیان کردیم، همون علت ها 100% در همین شرکت پریمیوم پرو دیده می شود. البته بعضی همون پراویله هایی که دارن، همون قانون هایی که دارن کمی فرق میکنه، ولی همون اساس، همون دو علت و سببی که برای حرام بودن کار در شرکت فابرلیگ ما بیان کردیم 100% در همین شرکت پریمیوم پرو او علت ها و سبب ها دیده می شود. به همین خاطر ما آشکارا گفته میتونیم که کار کردن در شرکت پریمیوم پرو حرام و ناجایز است و از این راه پول به دست آوردن هم حرام و ناجایز است. و همین خاطر برادران و خواهرای عزیز از کار کردن در این خیلی شرکت ها شما پرهیز بکنید و یک راهی را انتخاب بکنید که او برای شما یک فایده و درآمد حلال بیاره. والله اعلم بالصواب.